میخوای بدونی چطور میتونی با 16 فعل عبارتی ساده مثل یک انگلیسی زبان حرفه‌ای صحبت کنی؟ پس این ویدیو رو مشاهده کن. Look out. مواظب بودن. مواظب ماشین ها باشید وقتی که از خیابان عبور میکنید. Look out for cars when crossing the street. Look up. جستجو کردن، پیدا کردن. من اطلاعات را به صورت آنلاین جستجو خواهم کرد. I will look up the information online. Make after. دنبال کردن. سگ به دنبال گربه رفت. The dog made after the cat. Make towards. به سمت چیزی یا جایی رفتن. او سریع به سمت خروج حرکت کرد. She made towards the exit quickly. Make up. آشتی کردن، جبران کردن. آنها بعد از مشاجره آشتی کردند. They made up after the argument. Make out. فهمیدن، درک کردن. نمیتوانم بفهمم او چی میگوید. I can't make out what he's saying. Moving. اسباب کشی کردن، نقل مکان کردن. آنها قصد دارند هفته آینده اسباب کشی کنند. They plan to move in next week. Mess up. خراب کردن، به هم ریختن. من واقعاً پروژه را خراب کردم. I really messed up the project. Move on. ادامه دادن، عبور کردن. وقتش رسیده که از گذشته عبور کنیم. It's time to move on from the past. Pass away. فوت کردن، درگذشتن. پدر بزرگ او سال گذشته فوت کرد. My grandfather passed away last year. Pass by. عبور کردن، گذشتن. من اغلب در راه خانه از کنار این پارک رد می شدم. I often pass by this park on my way home. Pass out. بیهوش شدن. او به دلیل گرما بیهوش شد. He passed out from the heat. Pass off. جعل کردن، جای چیزی جا زدن. او سعی کرد ساعت تقلبی را واقعی جلوه دهد. He tried to pass off the fake watch as real. Pick out. گلچین کردن، سوا کردن. او یک لباس خوب برای مهمانی سوا کرد. She picked out a nice dress for the party. Pick up. برداشتن، سوار کردن. من شما را از ایستگاه سوار می کنم. I will pick you up at the station. Pull away. دور شدن، حرکت کردن. ماشین از کنار جدول دور شد. The car pulled away from the curb. اگر میخوای 15 اصطلاح خفن بریتیش رو هم یاد بگیری، این ویدیو رو هم چک کن.